احساس واقعی شریک عاطفیت بهت چیه؟ این رابطه میخواد به کجا برسه؟ سلام دوست عزیزم، به کانال خودت خوش اومدی. برای اینکه ببینی احساس شریک عاطفیت چیه و این رابطه قراره به کجا برسه، لطفا نیت کن. اما قبل از نیت کردن کانال رو سابسکرایب داشته باش، زنگوله رو فعال کن که فالهای بعدی رو هم ببینی و فال به نیت تو باشه. و با لایک و کامنت انرژی های فال رو برای خودت کن. بفرما و نیت کن. نیت کنیم و ببینیم قرار این رابطه به کجا برسه و احساس شریک عاطفی دقیقاً چی هست؟ فال احساسی امروز برای شما. کارت اول بهت میگه احساساتی که در حال حاضر داری کاملا واقعی و دو طرفه است و ارزش این که حالا هر چالشی رو بخوای پشت سر بذاری رو داره. اتفاقاتی که ممکنه برای شما بیفته یکی شروع یک رابطه عاشقانه رو نشونده و اینکه اگر تو یک رابطه هستی، در اول یک رابطه هستی و هنوز به احساس عاشقانه نرسیده، این احساسات عمیق‌تر خواهد شد و تاکید میکنه که این جرقه های عاشقانه رو باید جدی بگیری و پروبال بهش بدی تا این به یک عشق عمیق تبدیل بشه. اگرم که مدتی هست که توی یک رابطه هستی، ممکنه که شریک عاطفیت اگر مدتی هست که ازت سرد شده یا فاصله ای داشتید با هم دیگه، دوباره به احساسات رمانتیکی که داشتید برگرده. شاید هم الان لازمه زمان بیشتری رو با همدیگه بگذرونید تا لحظات عاشقانه بیشتری رو با همدیگه داشته باشید. و این شور و هیجان اولیه رو میبینم که دوباره به رابطتون بازگشت خواهد شد، به خصوص که اگر حتی کات بودید که امکان برگشت شریک عاطفیتون خیلی غافلگیرانه براتون وجود داره. و دیگه اینکه شاید فکر بکنید که یک رابطه بی اساس دارید یا رابطتون گذراست، ولی این چنین نیست. این احساسات کاملا میتونه به نتیجه برسه و واقعی و باید اونها رو باور کنی. یه مقداری باور خودت رو ضعیف دارم میبینم و اینکه اگر احساسات عاشقونه داری که تا حالا پنهانش کردی، وقتش رسیده که اونها رو به شریک عاطفیت یا کسی که دوستش داری ابراز بکنی. شاید خودت یا کسی که بهش علاقه داری هنوز در مورد این احساسات به یک درک متقابل نرسیده باشین. شاید اون کراشی که تو به کسی داری اون هم نسبت به شما داشته باشه. الان وقتشه که بیان احساسات بیشتر انجام بشه و برای کسانی که کسی توی زندگیشون نیست، دیده میشه که به زودی با یک احساس واقعی، با یک عشق واقعی روبرو خواهند شد و اطمینان در عشق براشون دیده میشه. و در کارت بعدی خیلی زود تغییراتی مثبت رو در رابطه شما میبینم و اگر احساس گیجی و سردرگمی دارید، به زودی روشن شدن این راه براتون وجود داره. و تصمیمی که میتونه براتون بسیار خوب باشه، تصمیمی قاطع هست که شاید تا حالا گرفته نشده از جانب شما و شریک عاطفیتون. به هر حال اون چیزی که میخواید روشن میشه، اون چیزی که آرزوش رو دارید به سمت شما خیلی زود خواهد اومد. کارت وریسون هست، یعنی اتفاقاتی که خیلی سریع میفته، یا اینکه شاید همون علاقه‌ای که بیشتر خواهد شد، عمیق‌تر خواهد شد، خیلی سریع براتون اتفاق بیفته و 100% مطمئن باشید شما به یک اشتراکی خواهید رسید، یا به نامزدی میرسه یا به صحبت ازدواج میرسه یا به هر حال به یک تکلیف روشن خواهد رسید. اگر که مدت ها هستش منتظر یه تحولاتی توی رابطت ایجاد بشه، این رو بهت خبر میده که آرزوت به زودی محقق میشه. شاید هم منتظری با کسی ملاقات بکنی، کسی که برات خاصه، و یا اینکه به دنبال این هستی که این رابطه و تعهد عمیق‌تر بشه. حالا هر گونه که هستش برات وجود داره. اون چیزی که شما خیلی وقت بوده آرزوش رو داشتی که برات محقق خواهد شد. شاید حتی تماس یک شخصی باشه که از زندگی رفته. اتفاقات خیلی سریع و غیر منتظره و خیلی خوب رو دارم توی فالت میبینم و زندگی عاشقونتون اگر دچار رکود شده بوده، یه مقداری تغییرات و تحولات بزرگ و معنادار که شما رو بسیار خوشحال میکنه. و دیگه اینکه برای شمایی که در یک رابطه هستین، این شروع یک فصل جدیده و اگر هم رابطه ای ندارید، منتظر ورود شخصی هستید، به شخصی احساس دارید، این یک آغاز دوباره میتونه برای شما معنی بده و حتما شما پیامی رو از جانب شریک عاطفیتون
دریافت خواهی کرد، پیامی که واقعا شما رو خوشحال میکنه و یا اینکه شخصی که رفته 100% با اطمینان بیشتر توی مسیر عشقی وارد زندگیتون میشه دیگه. یعنی اگر که برگشت داشته باشه دیگه مثل گذشته نیست و با هدف برگشت داره. انشالله که براتون خیر باشه. و در کارت آخر در نهایت پیشرفت در رابطت رو داره نشون میده و اینکه رابطت به یک مرحله بالاتر خواهد رفت، مثل نامزدی یا ازدواج یا حتی تصمیم برای زندگی مشترک به زودی برات اتفاق خواهد افتاد و تعهدات قلبی و عاطفی شما و شریک عاطفیتون بیشتر خواهد شد و احساسات و مسئولیت و تعهدتون نسبت به همدیگه 100% مطمئن باشید بیشتر میشه. وفاداری به شما ثابت خواهد شد و وفاداریتون با شریک عاطفیتون نسبت به همدیگه بیشتر خواهد شد 100%. و برای کسانی که رابطه ندارن شروع یک رابطه کاملا پایدار رو داره نشون میده. رابطه‌ای بر اساس پایداری و تعهد رو داره نشون میده و بسیار طولانی مدت و مستحکم. و اگر که دو نفر با هم کنار بیان قطعاً به ازدواج رسیدن براش وجود داره. آماده میشید شما و شریک عاطفیتون که به هر حال به مسئله زندگی مشترک فکر بکنید و این برای شما میتونه خیلی خوشایند باشه. شاید چیزی که مدت‌ها بوده انتظارش رو میکشیدی. البته برای خیلی ها دیده میشه که بعد از یک کاتی، شاید یک کاتی حتی بلند مدت بوده، که این برگشت و این تعهد و این استحکام و پایداری رابطه براشون وجود داره که خیلی میتونه براشون خوب باشه. دوست عزیزم، امیدوارم لذت برده باشی و برات عالی بوده باشه. لطفاً با لایک و کامنت انرژی فال رو برای خودت کن تا این فال به نیتت اتفاق بیفته. همچنین که اگر عضو کانال ما نشدی حتما با ما همراه باش. ما هر روز هم فال احساسی رو خواهیم داشت و هم فال کامل رو که شبها ساعت 10 هست. امیدوارم که حسابی خوشت اومده باشه. توی ویدیوهای بعدی میبینمت. تا ویدیوی بعدی، بدرود دوست عزیزم.